سلام، امروز میخواستم شما رو با فیلتر درایر آشنا کنم. با ما همراه باشید. فیلتر درایر از قطعات چرخه تبرید و سیستم های تهویه است. این قطعه برای جلوگیری از رطوبت زیاد مبرد در گردش تبرید نصب میشه. این فیلتر باعث رفع و حذف هر گونه گرد و غبار، ذرات و رطوبت از سیستم چرخه مبرد میشه. وجود هر گونه رطوبت در چرخه تبرید ممکنه باعث یخ زدن مایعات در جریان‌های مبرد، همچنین مخلوط شدن به وسیله روغن و ایجاد یک مکان اسیدی در سیستم میشه. فیلتر این وظیفه رو انجام میده. این دستگاه اغلب در دستگاه‌های بزرگ تهویه مطبوع مثل چیلر استفاده میشه، چرا که دستگاه‌های کوچیک به دلیل اینکه در کارخونه به صورت شارژ شده به تولید میرسن و رطوبت و گرد و غبار به داخلشون نفوذ نمیکنه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. برای مشاهده محصولات بیشتر میتونید یه سر به سایت آروشا سرما بزنید و اگه نیاز به مشاوره داشتید میتونید با شماره‌ای که روی صفحه برای شما میاد تماس بگیرید.